بچه سلام. امروز میخوام در رابطه با یه موضوعی صحبت کنم که شاید بیشتر از هر کسی و هر کدوم از شما خود من درگیرش بوده باشم و چیزی که بهش رسیدم رو در حوزه عادت سازی و کلن لایف استایل و سبک زندگی میخوام بهتون انتقال بدم. این موضوع مهمی که وجود داره اینه که خیلی از ما تابع شرایطیم، یعنی همیشه حس میکنیم که اون شرایط لازم برای شروع کردن و تغییر کردن و انجام یک کار و یک کنش وجود نداره و همیشه منتظر اون شرایط مناسب میمونیم تا این کار رو انجام بدیم و به اصطلاح عمل کنیم به جای فکر کردن. اما واقعیتی که وجود داره در 90% مواقع هیچ وقت قرار نیست اون شرایط ایدئالی که مد نظر شماست ایجاد بشه. به عنوان مثال نمونه بارزش همین ویدیویی که دارید میبینید. من امکانات زیادی برای ضبط ویدیوی حرفه‌ای ندارم و با دوربین گوشی و حالا یه رینگ لایت معمولی و یه سری نوری که در حد توانم بوده ایجاد کردن. علاوه بر اینا مشکلاتی که وجود داره، یکیش صدای محیط اطراف خونه ماست که واقعا من اگر میخواستم شروع کنم ویدیو گرفتن رو اجازه نمیداد بهم. میگفتم خب صدای موتور بیرون، دندونسازی پایین، سر صدای افرادی از کوچه رد میشن، حالا چون همیشه خیلی واضح تو خونه ما شنیده میشه. اما وقتی به خودم نشستم دیدم خب چاره‌ای نیست، واقعا قرار نیست که به این زودی شرایط من برای انجام این کار بهتر بشه و تصمیم گرفتم که شروع کنم و اون چیزی رو که میتونم و در توانم هست در شرایط فعلی به بهترین نحوی که از دستم برمیاد به شما ارائه بدم. و برای هر کاری دقیقاً این موضوع صادقه، اینکه شما هیچ وقت نمیتونید به اون شرایط ایدئالی که مد نظرتون هست برسید تا کاری رو شروع کنید و وقتی موفق میشید که شرایط رو تحت پوشش خودتون داشته باشید و شما به اون مسلط بشید. وقتی شما عمل کرد دارید و عمل میکنید، این شمایید که نسبت به شرایط چیره‌اید و اون کاری که میخواید رو انجام میدید. یه موضوع مهمی هم که هست عادت و عادت سازی. بچه‌ها ما کلا همه آدما با عادتاشون زندگی میکنن. من یک بار توی کانال تلگرام با بچه‌ها داشتم صحبت میکردم، مثال زدم. شما در نظر بگیرید که ما توی حالا ماه رمضان که بیشتر مردم کشور و کلا مسلمانان جهان روزه میگیرن که حالا نزدیک هم هستیم بهش، و اگر این سبک زندگی و این سبک تغذیه رو به هر کسی که آشنایی نداره باهاش، مثلا یک فردی از جنگل آمازون بیاریم، من بهش بگم که ساعت 5 صبح یا 4 صبح ما بیدار میشیم و یه وعده غذایی میخوریم تا ساعت 8-9 شب حق نداریم حتی غبار غلیظ به گلومون برسونیم و علاوه بر اون خیلی از ماها مجبوریم که کارم بکنیم، درسم بخونیم و با این شرایط طرف قطعا به ما میخنده. اما خیلی از ماها، من جمله خود من که تجربهش رو داشتم توی سال کنکور خودم، واقعا خب 8 روز 9 روز اولش خیلی سنگین بود برام و واقعا سخت میشد، اما از یه جا به بعد چون اجبار بود و مجبور بودم و این توی ذهن من عملا یک چیزی بود که باید بود، یعنی شاهدی وجود نداشت و امکان نداشت که از زیرش بتونم در برم خودم. بعد یک مدتی با شرایط وفق پیدا کردم و مثلا آخرین تایمی که نزدیک افطار بود و دیگه هیچ انرژی تو بدن من نبود که بخوام درس سنگین رو مطالعه کنم، تست دینی می‌زدم از یه بانک تست مثلا معمولی که حالا خیلی تست سنگین هم نداشت، من 100 تا تست می‌زدم و همین خودش یه انگیزه میداد بهم، یه تعداد تستام می‌برد بالا و علاوه بر اون احساس مفید بودن داشتم، اینکه من تونستم به این شرایط غلبه کنم و دیگه بعد 10 روز من پیدا کرده بودم راهکار زندگیمو با این شرایط موجود که آره بعد مثلا سحری من میتونم بیدار بمونم، از اون طرف زودتر شروع کنم، بیشتر بخونم که این مباحث جمع بشه و تا افطار مثلا دیگه بعدش 1-2 ساعت استراحت کنم. و کلا اصلا بحثم حالا در کنار این موضوع کلی که داشتیم صحبت می‌کردیم راجبش، شاید یه ایده هایی هم در مورد ماه رمضان برای کسایی که براشون سوال توی سال کنکورشون داده باشم. ولی چیزی بود که من خودم تجربه داشتم و خیلی قطعا تجربه دیگه دارن که میتونه بهتون کمک کنه، اونا رو مطرح میکنیم به زودی ویدیوی جدا. اما بحث عادت سازی و تغییر لایف استایل
و سبک زندگی و چیره شدن به اون شرایط موجوده. اینکه منتظر یه اتفاقی، منتظر یه از شنبه‌ایم، یه کنشیم، یه معجزه‌ایم، یه اتفاق بزرگ، یه تغییر بزرگی تا اون کاری که وظیفه‌مونه و خودمونم میدونیم درسته رو شروع کنیم و هیچ وقت این کارو نمی‌کنیم. که در دنیای مدرن با بردهداری موبایلی عملاً و یه سری چارچوب‌های تعیین شده که هیچ کدوم از ما نمیتونیم ازش خارج بشیم و واقعا شرایطو سخت کرده که آدم اون بحث ماتریکس و اینا مطرح میشه، ولی متاسفانه خیلی‌ها با یه سری محتوای زرد مسخره‌اش کردن. اما واقعیتی که به پذیرفت و توی جامعه وجود داره، اینکه بخواید شما از اون چارچوب خودتون خارج بشید و اون زندانی که برای خودتون درست کردین آزاد بشید، نیاز به این دارید که اولا شرایط موجود خودتون رو بشناسید و بدونید که آقا مشکلاتتون چیه، نقاط ضعف شرایطتون چیه، نقطه قوتتون چیه. همه اینا رو لیست کنید که چرا شما الان نمیتونید یه کاری رو انجام بدید، دلیلش چیه و اینکه برای حلش چه کاری از دستتون برمیاد. ببینید به عنوان مثال توی درس خوندن همیشه شرایطی بدتر از شما وجود داره که نتایجی بهتر از شما داره کسب میکنه اون فرد، و اینو من میتونم با قاطعیت بهتون بگم. هیچ وقت شما بدترین شرایط موجود رو ندارید و هیچ وقت بهترین نتیجه رو نسبت به شرایط خودتون نمیگیرید. خیلی خیلی درصد کمی وجود داره که مثلا بتونه این کارو بکنه و اون فقط یه نفره، مثلا رتبه 1 توی زمینه خودش. به عنوان مثال کسی که معلولیت جسمی داره و این چیزی بوده که من خودم به اینه دیدم و پدرش یه مریض خیلی سنگین، وضعیت مالی افتضاح، ولی ساعت مطالعهش و اصلا کلا سبک مطالعاتیش و نتایجش از خیلی از بچه‌هایی که هزینه‌های چندین میلیونی میکنن ماهانه برای کنکور، خانواده‌شون پشتشون، شرایطشو دارن، محیط زندگی ایمنه، همه چی اوکیه، ولی نتیجه اینطور نیست. چرا؟ چون اون ذهنیت، اون خط فکری و اون سبک زندگی که اون رو به اون هدفی که توی ذهنش داره برسونه رو ندارن. ببینید شما اگر در نهایت میخواید یک پزشک باشید توی زندگی خودتون، باید از همین امروز مثل یک پزشک زندگی کنید. اینکه من خوابم میاد، نمیتونم بخونم با ساعت مطالعه، چیزی که 0 تا 100ش دست خود شماست و اینا رو من به عنوان الگو به شما نمیگم، حتی دارم با شما صحبت میکنم که برای خودم هم ریویو بشه. من به عنوان کسی که دانشجوی رشته پزشکیه نیاز دارم که زبانم به هر حال تا یه حدی باشه، اما واقعیتش اینه که ضعیفه. من میدونم باید برای این موضوع وقت بذارم، مثلا روزی 1 ساعت 2 ساعت و اتلاف وقت من بیشتر از 2 ساعته. هیچ وقت نمیخوام که خودم رو به عنوان الگوی خیلی ایدئال بهتون معرفی کنم، نه، صرفا یک صحبت و همصحبتیه که نقاط ضعفمون رو بشناسیم و آگاه بشیم. هم خود من که حالا آگاه شدم ولی خب باید به مرحله عمل برسونمش، همین که خیلی از شما اصلا این آگاهیه رو هم ندارید. خیلی از ماها، یعنی میتونم بگم 90%مون خودمون بهتر از هر کس دیگه‌ای درست و غلط زندگیمون رو میدونیم، ولی نمیتونیم به اون مرحله عمل، به اون مرحله تغییر برسونیمش. چرا؟ چون ماراتونه، رقابت. اگر به این سادگی ها بود خب همه این کارو میکردن و از اینجوری بود که شما بتونید چیز ارزشمندی رو به دست بیارید. یه مثال بخوام بزنم، توی دنیای واقعی هر چیزی هزینه‌ای داره. در مرحله اول همه چی داد و ستده، از انرژی که هیچ وقت نه تولید میشه نه از بین میره، فقط از شکلی به شکل دیگر تبدیل میشه بگیرید، تا امور اقتصادی و مالی و معنوی و غیره. فقط بعضی وقتا محاسبه این هزینه ها برای ذهن ما سخته که شما بعضی وقتا چیزی که پرداخت میکنید مادی نیست، معنویه و چیزایی که معنوی هن انتزاعی هن. شما نمیتونید به قیمت مشخصی براش تعیین کنید. ممکنه یک نفر با میلیاردها تومان هم نابود نکنه که عزت نفسش زیر سوال بره، ولی خب برعکس ممکنه یک نفر با 1000 تومان هم قبول کنه که هر کاری رو انجام بده. اما چیزی که وجود داره اینه، قانون اول همه چیز داد و ستده و قانون دوم
چیزی که به دست آوردنش راحته و اصطلاحاً نیاز به هزینه زیادی نداره، ارزش و اعتبار نداره. شما اگر بخواید به یک جایگاه ارزشمند، به یک حتی وسیله نقلیه ارزشمندی برسید، باید هزینه بیشتری پرداخت کنید. هر چقدر که هزینه کنید همونقدر هم دریافت میکنید، اما در جهت درست و اهداف درست. این هم خیلی مهمه. الان به عنوان مثال توی بازار ارز دیجیتال کلا مثلا نات کوین که حالا معرفی شد توی تلگرام و خیلیتون حتما دیدین، با کلیک هر فردی تو هر جای دنیا به راحتی میتونست به این کوین دست پیدا کنه و اسمش هم خب نات کوین هست، یعنی کوین نیست. برای همین این ارز واقعا بی ارزش میشه. چرا؟ چون همه میتونن به راحتی بهش دسترسی پیدا بکنن. اصلا اینجوری نیست که واقعا بشه روش حساب کرد. چیزی ارزشمنده که به راحتی نشه به دستش آورد و قیمتی میشه. چرا؟ اصلا کمیاب، آقا هر چیزی که کمیابه مثلا توی بازار سنگ و جواهر ارزشمنده. و چاپ پول، شما هر کشوری که بیاد چاپ پولشو بدون حساب و کتاب ببره بالا، در نهایت ارزش پولش میفته. چرا؟ چون وقتی پول بیشتری چاپ میشه، پول بیشتری به دست مردم میرسه. وقتی پول بیشتری به دست مردم میرسه، تقاضا برای یک کالا بیشتر میشه و وقتی اون کشور توانمندی و اقتصادش اونقدر بالغ نباشه که بتونه این کالا رو تأمین بکنه، تقاضا بیشتر از عرضه میشه و عملاً این ارزش پوله سقوط میکنه و خیلی مسائل دیگه. اما بحث مهم بحث عادت سازی است بچه‌ها. اینو توی این ویدیو فراموش نکنید و نمیخوام به حاشیه بره. خواهشی که ازتون دارم، کاری که باید بکنید و عملیش بکنید اینه: همین امروز، همین الان که دارید این فیلم رو میبینید و وقتتون رو گذاشتید و هزینه کردید براش، بهترین استفاده رو ازش ببرید. کاری رو که باید بکنید رو لیست کنید، نیازهایی که دارید توی زندگیتون رو لیست کنید و اون مسیری که برای به دست آوردنش نیاز طی کنید و خودتون نسبت بهش آگاهی دارید رو ترسیم کنید و در مرحله آخر بهش عمل کنید. مطمئن باشید که هر چقدر هم که شما ضعیف عمل کنید، با این آگاهی، با هر مقدار عمل کرد، شما به هر حال یک پله جلوتر از دیروزتونید و اینه که ارزشمنده، اینه که پیشرفت رو میسازه و اینه که آینده شما رو تغییر میده. اینم از صدای موتور و اطراف و محیطی که اول ویدیو بهتون گفتم. امیدوارم که تونسته باشیم در حد توانمون براتون مفید واقع شده باشیم و بتونم اون حق مطلبی که مد نظرم بوده رو بهتون انتقال بدم. و یه چالشی هم که برای خودم دارم این آخر ویدیو بهتون بگم، اینه که روی پیج اینستاگرام و حالا تا جایی که میشه رو تلگرام پوششش میدم، زندگی خودم و دقیقاً همون تغییراتی که نیاز داره توی زندگیم اعمال کنم و بهشون عمل کنم و اون مسیری که قرار ترسیم کنم رو باهاتون به اشتراک میذارم تا کامل و عیناً ببینید که منظورم چیه و چجوری باید عمل کنیم و با حال دیگه یه چالشی که چند روز همراه همین و در نهایت ببینیم به کجا ختم میشه و من در آخر بعد 1 ماه، بعد 2 ماه، بعد 1 سال چه دستاوردهایی رو دارم، چه هزینه‌ای کردم و چه چیزایی رو به دست آوردم. موفق باشید.